دیگه هیچ ایده‌ای به ذهنم نمیرسه، نمیدونم باید چی کار کنم. وایسا ببینم میشه، یعنی میشه واقعا؟ اینجا بود که یه ایده خیلی ناب به ذهنم رسید. واسه همین سریع رفتم پشت کامپیوتر، شروع کردم ریسرچ های مختلف تو این سایت تو اون سایت که آیا واقعا میشه این ایده رو اجرا کرد. تا اینکه بالاخره دیدم میشه. اینه، بالاخره پیداش کردم. امروز قراره با همدیگه یه ویدیوی فوق‌العاده جدید رو داشته باشیم که تا حالا ندیدینش. Try not to laugh. اما واقعی، اما کاملا واقعی و بدون هیچ ریاکشن فیکی که تا الان از خیلی از یوتیوبرهای دیگه دیدین که میان ریاکشن فیک میزنن و اصلا خنده‌دار نیست، یه سری چیزا بهش میخندن. این کاملا واقعیه و مجازاتش هم شما میگید و من حق دارم 4 بار بخندم. اگه بیشتر 4 بار بخندم، مجازاتی که شما توی کامنت ها گفتین و بیشترین لایک رو گرفته انجام میدم. زیاده دیگه حرف نمیزنم، بریم سراغ اولش. قبلش باید دهنم پر آب کنم. وایسا.真服了，这真是懒驴屎尿多。刚出门，你看，我操！ Get the hell out of my yard! JT, let me have this house. JT let you have my house. Yes. My shed. I won it. You're trespassing on my property. You didn't win my yard. Wait. All of you. Daddy, chill. What the hell is even that? Get کثافت بزنم به اون خون نجستی، بچه مردم رو زدی. خدا ازت نه. یه دونه جالب بود. بریم بعدی. Hello, welcome to Dubai. Life is like a box of chocolate, so a Glock holding 30 your hollow. Just better watch when you hang around my. bag up, Terry. Put it in reverse, Terry. Put it in reverse. Oh, Lord. خدایی چجوری گوشت میخورید؟ اصلا نگاهش کنم نمیتونم، یه جوری میشم. او کلاه داره اون. گوشت میخوریم دیگه، شما گوشت نخور. کاسمال. وای 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 وای. بریم بعدی.
سلامتی. سرعتشون هم زیاده، نمیشه برید جلوی اینا رو بگیرید. حاجی بیا برو. یا علی حاجی بیا رد شو. خود نمیتونم حاجی رد شو. این خانم اومد زیپشو کشید پایین. وایسا فیلمتو گرفتم بی شرف. مگه خودت برادر و پدر نداری؟ آغاز سال 1404 داداش من خیلی دوست دارم، خیلی هم اندازه دنیا بهت ایمان دارم. لطفاً گنده بالای سر منو بزن. بزنم به تخته، بزنم به تخته. یه زن دارم چه لخته. این میشه پخت مدیوم ول، دیگه نگو آبدار میخوام، بگو مدیوم ول، راحت و آسوده. من گوزه ایرانم و اینا سگ لندنم، بهشون نزدیک طرف تو از رگ گردنم. من گوزه ایرانم اینا سگ لندن. میگن گوزه کدوم کنی؟ میگه من گوزه ایرانم اینا سگ لندنم، بهشون از رگ گردن نزدیکترم. چی شد؟ دیگه دیست بود دیگه. وای باورم نمیشه کوکتل تیوی یه روزی اینطوری به آهنگا ریاکشن میره. سه تا بعدی. Yo bitch geek on my bar till I post. Yo bitch geek on my bar till I post. Yo bitch geek on my bar till I post. Yo bitch geek on my bar till cry in the shower, so no one knew I was crying, right? Nick, why are your eyes red? I got soap in my eyes, right? Like, there was always an excuse. It was my 21st birthday, celebrated in Miami. Everybody that I was with brought back a... وای حاجی ریدم اینجا، حاجی ریدم اینجا. وای خیسم. جلو کولرم نشستم، سرما میخورم. بریم بعدی. مسابقه پنالتی کشید. آقا میتونی بگیری تو باز رئیس جمهور؟ نه گله. آقای سلامت تلاشمو کرد. تابلو شدی داره بوش در میاد، خون شما تو جدول الان دیگه. به بوی سوختن میاد. آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ بنده یه راننده ایول واقعا حاجی یه بطری و کامل. این بود از ویدیو ترای نات تو لف واقعی، ولی خدا وکیلی آقا به اونایی که خندن واقعا خنده‌دار بود. کاری از دستم دیگه بر نمیومد، خیس خالی هم و من کولر خاموش کنم حاجی، میترسم مریض شم. و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. همونطوری گفتم توی کامنت ها هر مجازاتی که بنویسید انجام میدم و ویدیوش میکنم. و یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید. حرفی دیگه نمیمونه. نه تهش